دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه سر و صداها درباره بیمار سرطان شدن ولادیمیر پوتین را گفته و دروغ نامیده رد کرد. در این باره روز 1 اپریل در تلگرام کانالش سردبیر سابق شبکه رادیوی بسته شده اخو مسکوی الکساندر ونیدیکتوف خبر داد سر و صداها درباره احتمالاً بیمار جدی بودن پوتین وقتی پیدا شد که او در ملاقات‌های وزیرانش و حتی با رهبران دولت‌های خارجی از آنها خیلی دور می‌ایستد و می‌شیند. روز 1 اپریل باشد نشریه پروژه با نشر یک گزارش تحقیقاتی خبر داد که وقتهای آخر یک طبیب انکولوگ که اختصاصش جراحی بیماری‌های سرطان گلو است به طور منتظم از ولادیمیر پوتین خبر می‌گیرد و اما در پاسخ به سوال الکساندر ونیدیکتوف سخنگوی پوتین خبر به سرطان گلو گرفتار شدن و حتی جراحی شدن پوتین را بافته و دروغ نامیده است. ونیدیکتوف با تکرار از پسکوف پرسید که من درست فهمیدم که ولادیمیر پوتین بیمار سرطان نیست. پسکوف جواب داد است که بله. پروژه در تحقیقاتش نوشت روی خط طبیبانی را به دست آورده است که پرزیدنت روسیه را در سفرهایش همراهی میکنند. بنا به ادعای نشریه یکی از آنها evgeniy slivanov است که موضوع رساله‌اش راههای با اصول جراحی طبابت کردن بیماران سالخورده است که گرفتار سرطان گلو شدند. نشریه میگوید سلیوانوف فقط به سوچ برای خبرگیری پوتین نه کمتر از 35 مرتبه آمده است. نشریه روی راست میگوید که پوتین چه بیماری دارد، ولی مؤلفان ادعا دارند که پوتین از ناحیه پشتش دست کم 2 دفعه جراحی شده است. این دو مورد به دوره‌های راست میآید که پوتین برای مدت طولانی از محضر آن برای چند روز و چند هفته غیب میزد. پروژه مینویسد در سالهای آخر 2 طبیبی که بیشتر از همه همزمان با پوتین به سوچی میرفتند دویش دکتران بیماری‌های گلو الکساندر شگلوف و ایگور ایساکوف بودند و یکی دیگر همونو جراح بیماری‌های سرطان evgeniy سلیوانوف. در 4 سال شگلوف و ایساکوف 59 مرتبه به سوچ پیش پوتین آمده 282 روز با وی بودند. سلیوانوف 35 مرتبه آمده 166 روز اینجا بوده است. می نویسد پروژه این گروه طبیبان هم هنگام رسما در سوچ قرار داشتن پوتین در پیش اویند و هم در روزهای غیب زدنش. ولی پسکوف به پروژه گفته است که این اطلاع نادرست است و به واقعیت راست نمی آید.